سلام به رفقای گلم، دوستای عزیزم. امیدوارم روز فوق‌العاده‌ای رو شروع کرده باشین. امروز میخوام قیمت توکن X که مربوط به ربات X امپایر میشه رو براتون مشخص کنم. صرافی پری مارکت معمولا بین 5 تا 10% خطا داره، یعنی قیمتی که مشخص میکنه ممکنه 5 تا 10% بالاتر یا پایینتر باشه و پیشبینیاش اکثرا به همین صورت بوده. قیمتی که برای توکن X مشخص کرده این قیمته که میشه ارزم به حضورتون 3 تا ممیز 0 3 تا 0 230. این قیمتیه که برای توکن X مشخص کرده. حالا میخوایم ببینیم قیمتش چی میشه. حالا اینجا میخوایم ببینیم هر دونه توکن X که برابر بود با ممیز